سلام دوستان، خوش اومدید. میخوام بهتون شمع یخی یاد بدم. بچه اول ما قالبمون رو چرب میکنیم. میتونید هم فتیله گذاریتون رو بکنید، بعد ادامهش این کارا رو انجام بدید. البته اونجا اول چرب میکنید. این مقدار یخ لازم دارید. شما یخ خشک میخوایم، یخ رو بذارید لای پارچه، بکوبیدش خورد بشه. و پارافینامون هم که ذوب کردیم آماده است. یک مقدار یخ میریزیم کف قالبمون. هر اندازه به هر چی که دارید میریزید قراره همونجور حفره بشه. اگه درشت بریزین سوراخ‌های درشت میشه، اگه ریز بریزین سوراخ‌های ریز میشه. حالا من یه مقدار میریزم. خب بعد یه گوشه‌اش رو من صورتی میزنم. خب دوباره یه ذره میریزیم توش، چون یخ هست زود خودشو میگیره. یه گوشه‌شو نارنجی میریزم، یه ذره، فقط یه ذره که روی یخ رو بپوشونیم. خب دوباره یه ذره میریزم رو پارافینه که خودشو بگیره. یه گوشه‌ش هم فسفوری ریختم. دوباره یخ رو میریزم لایه لایه روش. یادت نره لایک کنی. حالا اون قسمتی که مثلا فسفوری بود صورتی میریزم. خب این قسمتی که نارنجی بود فسفوری میریزم. این قسمت رو هم نارنجی میریزم. دوباره لایه بعدی همینجوری یخا رو میریزیم. خب یخا رو اینجوری میریزیم. پودر نریزین که چیز بشه، لاش پارافین رد نشه. دوباره این قسمت رو پارافینمون داره خودش رو میبنده میگیره. این قسمت هم فسفوری ریختیم. حالا میتونید بیارید بالاتر، میتونم همینجا تمامش کنیم که من یه خورده خودشو بگیره. یه ذره از این پودری ها میریزم خودش زودتر بگیره. خب حالا کفش رو کلن نارنجی میکنم. همین الان اینجا این شمعمون آماده است. داره کم کم یخ آب میشن و اینو سفتش میکنه، چون خودش یخ داره تبدیلش میکنه به شمع. به این شکل میشه. این شد شمع یخی ما. بعد اینو مثلا میخواین به حالتون توش یخ داره هنوز که آب نشده دیگه، اگه بخواین همون موقع مثلا دارم میگم بسته بندی کنید و به مشتری خودتون استفاده کنید توش آب داره. خب اینو به این حالت میذارید یه چند ساعت این حالتی بمونه، چند ساعت این حالتی بمونه، چند ساعت این حالتی، تا این کلا خشک بشه. توش الان ببین توش یخ داره. بعد از اینکه خشک شد ما میتونیم فتیله گذاری کنیم، مثل همون قالب سیلیکونی. حالا اینکه کوچیکه، یه قالب بزرگ، اینو سوراخش کنیم با سیخ داغ و اینو واردش کنیم. البته اینجوری نه ها، چون الان خیسه من نمیتونم، ولی همچین شکلی میشه. میتونید جاهای مختلفش هم فتیله بذارید به این شکل. اینم از شمع یخیمون. تا آموزش بعد خدا نگهدار.